بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی مهربان. مهمان امروز ما استاد شیخ محمد حسن ولد الددو شنقیطی، فقیه، از علمای مشهور عالم اسلام و از مسئولین ارشد اتحاد جهانی علمای اسلام. خوش آمدید استاد. چطوری میدونید چند پیش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع و همچون سازمان تروریستی اعلان شد. همچنان ده ها تن از مسئولین ارشد حزب روانه زندان شدند. شما این اقدام مقامات تاجیکستان نسبت فعالان یگانه حزب اسلامی در آسیای میانه را چگونه ارزیابی میکنید و این اقدام مقامات تاجیک چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و اصلی و اسلم علی سید الاولین والآخرین نبینا محمد و علی آله و اصحابه و من اهتدى بهدیه و استنى بسنته الی یوم الدین. بدون شبهه ممنوعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تروریست خواندن آن توسط مقامات تاجیکستان خود عملی تروریستی است. حزب نهضت اسلامی به عنوان یک حزب معتدل و میانه‌رو در حکومت شریک و در پارلمان این کشور کرسی داشت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همواره به وحدت و یکپارچگی در تاجیکستان تاکید میکرد و برای همین با حکومت کنونی با وجود اینکه نهضت بیگانه پرستی و فساد زدگی آن را میدانست، تنها به خاطر خللدار نشدن صلح و وحدت همکاری میکرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سراسر جهان همچون حزب معتدل شناخته شده است و به هیچ وجه امکان ندارد که آن را همچون سازمان افراطی بدنام کرد. این حزب در سراسر جهان از زمان تأسیسش تا کنون همچون حزب معتدل و وطن دوست دارای سیاست‌های مسالمت‌آمیز معروف میباشد و همواره خواستار رفاه و پیشرفت تاجیکستان، تمامیت ارضی و صلح و وحدت بوده است. حزب نهضت خدمات زیاد توسط شرکتش در حکومت و وکیلانش در پارلمان و همچنین از طریق نهادهایش یا مؤسسه‌های وابسته به آن به مردم تاجیک انجام داده است. آنهایی که هیلیت را به عنوان سازمان تروریستی اعلان کردند خود تروریست هستند و می‌خواهند کسانی را که تروریست نیستند تروریست بگویند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از این بحران اخیر با وجود اینکه برخی از اعضای آن توسط دست‌های وابسته به حکومت کنونی کشته شدند صبر زیاد کرد. بسیار از برادران نهضتی مورد اذیت، پرونده‌های ساخته و زندان قرار گرفتند ولی صبر کردند و یگان عملی خشونتبار انجام ندادند و حتی از دفاع از نفس که عملی تروریستی محسوب نمی شود خودداری کردند و در طول این مدت دست به اعمال خشونت‌آمیز نزدند. با وجود اینکه نهضت مورد کشتار، پرونده‌های ساخته و بازداشت، ظلم و ستم، محرومیت و مانع ایجاد کنی ها در انتخابات قرار گرفت و همه این اتفاقات روی دادند، اما این حزب از صبر و تحمل کار گرفت و بردباری نشان داد. از همین لحاظ امیدوارم این حکومتی که سالهای دراز بالای مردم تاجیک حکومت میکند شکست خواهد خورد و ملت تاجیک به رشد و پختگی خواهد رسید. معلوم است که افراطی اعلان کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون شک باعث رشد و گسترش تروریسم و افراطگرایی می شود. سازمان‌های تروریستی همیشه سعی می‌کنند دستاوردها و خدماتی را که سازمان‌های اسلامی معتدل با رنج و مشقت انجام داده‌اند از بین ببرند. اگر این سازمان‌های معتدل اسلامی به حاشیه رانده شوند، آنها را سازمان‌های خطرناک که ملت و کشور را از ریشه نابود می‌کنند و شرایط رشد این سازمان‌ها نیز در همه جا وجود دارد جایگزین خواهند شد. یگانه چیزی که مانع رشد این سازمان‌های تروریستی می شود فعالیت سازمان‌های معتدل اسلامی است که می توانند از پیوستن جوانان به گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. اگر این دستاوردها نادیده گرفته شوند، همچنانی که امروز در تاجیکستان می بینیم که برخی برادران نهضتی روانه زندان شدند و بعضی دیگرشان به ترکیه، آلمان و دیگر کشورها هجرت کردند و بدون شک این وضعیت فضا را برای گروه‌های تروریستی و افراطی که منافع تاجیکستان و ملت تاجیک را نمی‌خواهند باز خواهد کرد. بار الها مشکل برادران نهضتی و دیگر اندیشان در این کشور را آسان بگردان. برادران زندانی را آزاد و در پناهت نگهدارشان باش و دشمنانشان را خار و ذلیل بگردان. تشکر استاد. سلامت باشید.